سعدی بیا اگه همین تو سر نکن، همین تو هم اگه سر کردی زنهای به حجاب برآوردن. هرزگویات بس نبود، مردم با دروغ خنداندنت بس نبود که باز زنهای به حجاب و نیم برهنه را به نمایش برآوردن سر کردی. از الله نمیترسی که روز قیامت گناه هر بیننده ای را به گردنت بال کنن؟ زنی به حجاب و نیم برهنه را به نمایش برآوردن مگر گناهی کبیره نیست؟ خیال میکنی از این کاری تو الله به غضب نمی آید؟ فکر نمیکنی که شیطان از این کاری تو خرسند می شود؟ هر کس این نواری تو را ببینه آیا گناهگار نمی شود؟ واقعا تو از معاونان شیطان هستی که در گمراه کردن و با گناه کشیدن مردم شیطان را یاری می دهی، یعنی در آسیاب شیطان آب می ریزی و از خدمتکاران او هستی. آیا نمیدانی که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد درباره تو بر این هرزگویانی که مردم را با دروغ میخندانند چه فرموده است؟ در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: ویل است برای کسی که با دروغ مردم را میخنداند، ویل است برای او، ویل است برای او. ویل آتش دوزخ است یا هلاکی و بربادی است. سعدی آیا تو نمیترسی که مبادا از جمله همین خل انسانها باشی؟ من به خاطر الله نصیحتت میکنم، از الله بترس. زنهای به حجاب و نیم برهنه را به نمایش نبرال. بس کن هرزگوی هاتا، بس کن با دروغ مردم خنداندنه، ورنه روز قیامت سخت‌ترین پشیمانی را میبینی، ولی پشیمانی برات هیچ سودی ندارد. من گفتم تو شنیدی، با که تو میدانی و کردن و نکردن. روز قیامت، روز حساب و جزا در پیش است. خوب اندیشه کن.